اما اومدیم میخوایم یک چیز دیگه اشاره بکنیم، پس جناب عالی هم اشاره کرد، مسئله ایران و افغانستان. ایرانی ها سرقت معنوی کردن، نه اینکه شعرای ما را از خود میدانن، بلکه حتی علمای ما را از خود میدانن. مثلا امام بخاری تو میگه از ماست، در حالی که بخاری دفن است. ترمذی میگه از ماست. خلاصه در نقطه آریا زمین هر کسی که نامش بگیری میگه ایرانی هست. چون ببینید دو کار خطرناک کرده ایرانی ها. یکی نام فارس به ایران گذاشتن که تعبیر از همون آریانا بکنه که آریانا ما هستیم، در حالی که فعل آتشکده زرده در بلخ است. بله. نوبهار در بلخ است. اونها مصنوعی ساختن به ایران. ما در مصر بودم، همین پژوهشگرای مصری میرفتن میگفتن ما آتشکده زرده دیدیم. تو در کجا رفتیم؟ میگم ما اصفهان. آیی خود در بلخ است. آلی در پهلی خانه ماست که ما از مزار شریف در پهلی خانه ماست. تو چطور؟ یا به طور مثال ایره میگه، یا مثلا تخت جمشید به کجا بود؟ در بلخ بود. بله. اونا در اون چیزی ساختن به نام موضوع. دومین بزرگترین جنایتی که صورت گرفته یکی از استانها ولایت خود خراسان نام گذاشتن. بله. که چی بکن؟ یا خراسان که طرف تا بحر هند بود، این طرف تا بحر کاسپیان بود، طرف تا ترکیه و طرف تا چین، و این خلاصه بکنه در یک ولایت خردتری که دیگه در زندگی سلطان زوی صدات بالا که افغانستان یک خراسان بود. اگر افغانستان یک خراسان بود معنی جزء ایران بود. این معنی میده. در حالی که ما افغان ها یا ما مردم خراسان زمین اصیل یا آریانا سالها حکومت کردیم و امپراتوری در دست ما شما بوده. اونها پارچه پارچه بودن اگر شما تاریخ مطالعه بکنید. پس اینا هم سرقت های معنوی است.